میخوای برنامه نویسی شروع بکنی اما نمیدونی از کدوم زبان؟ این ویدیو برای توه. تا آخر ویدیو همراه من باش. پایتون فوق‌العاده آسونه و برای تازه کارها عالیه و کاربرداش رو میتونیم توی هوش مصنوعی، دیتا ساینس و وب ببینیم. جاوا اسکریپت پادشاه وب. هرچی تو مرورگرت میبینی با این زبانه، از فرانت تا بک اند. جاوا ثابت و قدرتمند برای اپلیکیشن های اندروید، پروژه های سازمانی و سرور واقعا گزینه خوبیه. سی پلاس پلاس سطح سنگینیه ولی اگه به سرعت و کنترل کامل علاقه‌مندی مثل ساخت بازی و سیستم عامل، این گزینه خوبیه. سی شارپ حرفه‌ای و قدرتمنده، زبان مایکروسافت که خیلی تو توسعه بازی با یونیتی، اپ دسکتاپ و وب کاربرد داره. پس خلاصش آسون ترین پایتون، محبوب ترین برای وب جاوا اسکریپت، پایداری و سازمانی جاوا، قدرتمند و پرسرعت سی پلاس پلاس و بازی و اپلیکیشن دسکتاپ هم سی شارپ. اگر از هر کدوم از این زبان‌ها سوالی داشتی تو کامنت ازمون بپرس و لایک و سابسکرایب هم یادت نره. فعلا